سلام، شادم زیادین. ببینم داری چی میلنبونی؟ گفتم یه موقع شاید گوشت باشه. خیلی خوب، یه لحظه از خوردن دست بکشید و بیایید با هم یه بازی بکنیم. فکر کنید شما یه تولید کننده ثروتمندین در حال جابجایی ادویه‌جات و پارچه‌های ابریشمی با کشتی. سفر طولانی، کابین راحت، دریای وسیع، زیباست. اما یه روز موش‌های زیر عرشه شروع به فضل انداختن روی ادویه‌ها و جویدن پارچه‌های گرانبهای شما میکنن. برای خلاص شدن از شر این آفت‌ها چی کار می‌خوای بکنی؟ ساده است. 5 تا موشو توی یه بشکه می‌ذاریم و درشو برای چند هفته قفل می‌کنیم تا اینکه تنها چیزی که در بشکه باقی میمونه فقط و فقط یک موشه که وقتی گرسنه شده برادراشو بلعیده. حالا چی داریم؟ درسته، یه هم نوخار. کسی که بین تمام غذاهای ممکن فقط یه چیزو ترجیح میده. درسته، گوشت هم نوع خودشو. حالا توی انبار رهاش میکنیم. هوشمندانه است نه؟ همسترها، گرگا و بعضی گربه‌ها نوزادان خودشونو میخورن و براشون این رفتار کاملا طبیعیه. اینکه موشای صحرایی بامزه و کوچولو وقتی غذا به اندازه کافی ندارن میافتن میمیرن هم کاملا طبیعیه. درسته؟ و این واقعیت که گوشت یکی از هم نوعای خودت به مراتب بهتر از هر غذای دیگه هضم میشه، اونم به لطف شباهت‌های موجود در ترکیبات پروتئین‌های قربانی و فرد خورنده. به هر حال هم نوخاری به عنوان یه پدیده فرهنگی هیچ وقت از سیاره کوچیک ما ناپدید نشده و همه ما از اشکال مذهبی و جنسیش آگاه هستیم. اما این موضوع برای افراد کنجکاو و کارشناسان نسبتاً عجیب و غریبه. با این حال ما انسانگراهای واقعی تنگ نظری و شک و تردیدهای اخلاقی اونا رو رد کردیم، چون ما بیشتر روی بعد اقتصادی تمرکز می‌کنیم. بهتره گوش کنیم. بزرگترین مشکلی که بشر با آن مواجه است گرمایش زمین نیست، بلکه افزایش جمعیت و قحطیه. در 50 سال گذشته تعداد کل افرادی که به دنیا آمدن و مردن برابر با تولد و مرگ در تمام تاریخ بشریته. عبارت دیگه ما داریم یکم زیاد میشیم. میفهمی چی میگم؟ روز وحشتناکی فرا میرسه که همه آدما خواهند فهمید که ما غذای خودمونیم. در جوامع توسعه نیافته هم نوخاری به طور تصادفی بر اساس اصل کیو میتونم بگیرم اتفاق خواهد افتاد، تقریبا مثل نحوه جفتگیریشون. اما برای جوامع متمدن قطعا یک فرایند صنعتی تر در کار خواهد بود. تصور کن مزارع جادار و پرنور، جایی که در غرفه های راحت با استفاده از آخرین فناوری دامهای منتخب دوپا رو پرورش میدن. در واقع حیوانایی که اجازه میدن تبدیل به غذا بشن در نهایت در نبرد بین گونه‌های فانی برای کنترل سیاره برنده میشن. اینو میدونستی؟ چند تا ببر روی زمین هست؟ خیلی زیاد نیست. شیرا، خرسا چطور؟ خیلی کم. اما حالا به این جواب بده، چند تا گاو روی زمین هست؟ میلیاردها گاو. فهمیدین؟ حالا گوش کنین. آیا تا به حال کنجکاو شدید که بدونید چه کسی روند تبدیل ما به داما شروع کرده؟ آماده سازی فیزیولوژیکی و جامعه شناختی در حال اتفاق افتادنه. فقط اینو ببین. کشت سلول‌های بنیادی اولیش، ساخت سرم از جنین‌های سخت شده دومیش، فیلم‌های محبوب درباره مرده‌های متحرکی که گوشت انسان می‌خورن سومیش، قوانین در مورد خودکشی رسمی چهارمیش، شاروما یا ژیروس که اصلا معلوم نیست چی هستن و همه جا به فروش میرسن پنجمیش. اصلا میدونی اینا چی ان؟ نیازی به ترس از این آینده روشن نیست. هیچ بحرانی ما را تهدید نخواهد کرد. گیاهخوارا و دوستدارای طبیعت خیلی خوشحال میشن چون دیگه کسی با حیوانای عزیزشون کاری نداره، اگرچه شاید همون گیاهخوارا تبدیل به اولین جیره پروتئین جهانی بشن. بهش فکر کن.